باید با ناامیدی با چشمای خیس واسه برگردوندن عشق زندگی می جنگیدم. عشق من، لطفاً نرو. بدون تو نمیتونم زندگی کنم. پس بهم ثابت کن. یه دلیل واسه موندن بهم بده. همه چیزم مال تو. قلبم، ذهنم، جسمم و حتی روحم. و مهمتر از همه لبهام. تو اون لحظه قطره های بارون از شادی دورمون میرقصیدن. کارتون عالی بود آمو. کارگردان صحنه رو تموم کرده بود ولی ریس ولم نمی کرد. هلش دادم اونور. داشتم از بوی دهنش میمردم. تو با سیر خوردی نه؟ بهت گفته بودم قبل از این صحنه ها سیر نخور. یه بار دیگه جواب گوشی تو ندی سیرابی هم میخورم. رد دادی تو. این که ریس معشوقه یه کاراکترم بود فقط واسم درد سر داشت. واسه تبلیغ فیلممون باید ادای کابلا رو در می آوردیم ولی اون جدی گرفته بودش. ریس حتی از طرفدارای افراطیم که حریم شخصی حالیشون نمیشه هم بدتر بود. بعد از فیلم برداری رفتم یکم تمرین کنم ولی بعد از دوش گرفتنم یه دختر روانی از سقف نازل شد. تو دیگه کی؟ چه جوری اومدی تو؟ سرنوشت من آورده اینجا. وای خودت چقدر نازی تو. باورم نمیشه واقعا میبینم تو فوق‌العاده‌ای. بلا فاصله به بادیگاردم خبر دادم و اونا تو هوا گرفتنش. میخواست مثل یه ببر بیفته به جونم. لیون لطفاً فقط یه بغل کوچولو. خدایا یعنی من نمیتونم یه کم آرامش داشته باشم؟ هی چطورید؟ من لیونم. یه بازیگر مشهورم و یه دوست دختر فوق‌العاده دارم. البته کلی هم طرفدار خفن دارم. میدونم این رویای خیلی هست ولی واسه من بدترین کابوس بود. قبل از ادامه لایک و فالو یادتون نره. اتفاق دیشب همه جا